بریم برنامه‌گذارایی رو ببینیم که این افراد رو تاییدشون کردن. یا مسئول برگزاری مراسم اینجا تشریف داشتن و من ایشون آموزگار اسلام رو بهشون نشون دادم کارشناسانی. آقا پویا مسئول برگزاری. خب بریم برای عواملی که این آقا رو حمایت کردن و تاییدش کردن و توی تظاهرات ایرانی ایشون رو راه دادن. اینجا میگه آقا پویا کارت منو چک کرد. آقا پویا زیر 2 ثانیه کارتش رو چک میکنه و یه نگاهی بهش میکنه و یه سری هم اینجا ببینید تایید میکنه که برو کارت درست، چی میگن اینا. دقیقا منظورش همینه. خب اینجا هم که بک استیج، هر کسی نمیتونه بره اون پشت، باید کارت داشته باشی. کسایی که فعالیت دارن میرن اونجا و من دیدم خیلی از بچه ها رو حتی راه ندادن. این آقا من موندم، این آقا چطور ممکنه؟ چطور اصلا همچین چیزی امکان داره که اینجا پرچم بزرگه شیر و خورشید رو بدن دستش؟ اینجا این آقا رفته پیش کسایی که دور منو میشناختن و یه اطلاعاتی از من بهشون دادن و این آقا هم به من زنگ زده و منو تهدید کرده. این هم یکی از دوستاشون. 4 نفر دیگه هم الان اینجا وایسادن. 4 نفر کیان؟ منم فراد وایساده اینجا، منم 2 تا دیگه هم هستم. بیا اینجا ببینیم اگه کارا سفارت تا اینجا بگیریم چکل حدیش کنیم. فکر نمی کنم کسی که پیشت نشسته باشه اینجوری چک و لغدیش کنی. دورزه گردم دوربین بریم. که نمیگی شکایت کرده، الان پیشت بود دیگه. آقا ولش کن، یه دقیقه گوش بده به من. دارم گوش میدم. مگه نمیگی شکایت کرده؟ من چه میدونم؟ آقا مگه نمیگی کاغذ دستش شکایت کرده؟ تو چرا دخالت میدی؟ پای خودت هم گیر میشه. بسیار خوب. دخالت نکن لطفا. حرفی داری با من پلیسی شکایت کن. تموم شد برم. خداحافظ. طرف تو نمیشناسی بچه. کیو؟ تو رو؟ آره. تو منو میشناسی؟ نه. پس دهن تو ببن. من چی جور میدی؟ من چی اینجا بار جفتم میکردی؟ نه دور رو بری باید بسیجه اینجا 4 تا بار جا بیده کردی یه خود سر دیگه ایز نگه پسر خوب دارم. مثلا من حالا بار برای کار کردم. پس چرا این حرف رو زدی؟ نمیخواد به من بگی، نمیخواد یادآوری کنی. من زندگیتون رو یادآوریتون میکنم. تو نمیخواد به من یادآوری کنی. آقا ما تو اسلام میگه چی؟ میگه فرزند آوری کن، اسلامو گسترش بده. غیر از اینه؟ خب غیر از اینه؟ ولی ما میگه فرزند فرزند آوری کن، اسلامو گسترش بده. تو اسلام اینو میگه. من خودم شبان کلیسا هم میگه. توی این چیزی که ما هستیم فرزند آوری الان به دردمون نمیخوره. این که جذب کنیم به دردمون میخوره. خب چرا عزیزم؟ جذب کنیم به دردمون میخوره. من یه چیزا میگم این شخص جمهوری اسلامی 100%. غیر از اینه؟ آقا جمهوری اسلامی 100%. خب داره میاد چیکار میکنه؟ داره میاد فیلم میگیره. خب برای کی میفرسته این فیلمو؟ جمهوری اسلامی میفرسته دیگه. خب چون کی میسوزه این وسط؟ جمهوری اسلامی میسوزه. به نفع ماه. یعنی کاری هم که داره میکنه حمایتش کنید. نه حمایت نیست. حمایت نیست. اینجا هم آقای مسیحا اومده ازش حمایت کرده و ایشون هم اومده ازش سپاسگزاری کرده. و میخوام این پیام رو هم ببینید. تهدیدایی که برای مردم فرستاده شده اینا همش با سنده. و این آقا رو ببینید، رفتارش با مردم رو ببینید. چطور میشه که کم میشه این جمعیت؟ چطور میشه که دیگه نمیان این مردم به خاطر این بی‌حرمتی ها، به خاطر همین رفتار زشتتونه؟ چیزی رفته تو سینه طرف که باش فاز جنگ گرفته. میدونی چرا؟ چون اونجا یکی جوابشو میده، میگه من داداشم تیر خورده. یعنی کشته ندادید که واقعا معنی اینو بفهمید که اینجوری به مردم گیر ندید. اینجا حتی میخوان آرومش کنن، حتی اون کسی که اومده آرومش کنه با اونم میخواد درگیر بشه که اونم خوب جوابشو میده، میگه ما اینجا تنها نیستیم ها.
واقعا رفتارتون زشته. انتظامات، سکوریتی، بله وقتی که برنامه گذار اینطور باشه از اینا دیگه. من از شما مردم شریف معذرت میخوام به خاطر رفتار زشت اینا. واقعا دلیل این کاراتون چیه؟ و اینم از بیانیه‌ای که میبینید از تیم همایش و راهپیمایی دوسلدورف که میخوام بگن که تجمع‌های دیگه از ما نیستن و اونجا شرکت نکنید، در صورتی که خودشون همیشه میگن مردم برنامه گذارن. اگه داریم برای یه هدف مشترک میجنگیم پس این چند دستگی ها معنایی نداره. باید هممون یکی باشیم تا به اون چیزی که میخوایم برسیم، پاینده ایران و ایرانی.